به نام خداوندی بخشنده مهربان. السلام علیکم دوستان و همراهان عزیز رادیو مهر. من فرزانه هستم در برنامه پرواز اندیشه. خوش آمدید به برنامه خودتان. ما می‌خواهیم امروز به یک سفر جالبی دیگر سفر کنیم. آماده سفر هستید؟ همراه من بیایید. سفر امروزمان کمی متفاوت‌تر است. می‌خواهیم از کره زمین بیرون رویم و به یک سیاره دیگر سفر کنیم. سیاره‌ای که می‌خوایم به آن سفر کنیم خیلی دور نیست و همین نزدیکی است. نزدیک سیاره زمین است. این سیاره به ما در شب نور می‌دهد. فهمیدید درباره کدام سیاره صحبت می‌کنم؟ بله، احسنت. درباره سیاره ماه صحبت میکنم. کره ماه یا همان سیاره ماه یکی از سیاره های نزدیک به کره زمین می باشد که قطر این سیاره تقریبا 3500 کیلومتری می باشد و شبها با انعکاس نور آفتاب سطح سیاره زمین را روشن نگه می دارد. حالا میخوام از شما عزیزان یک سوال پرسم. آماده هستید؟ سوال من این است که آیا ما میتوانیم از روی زمین ایستاده سیاره ماه را کامل ببینیم؟ در بعضی از کتاب‌های علمی نوشته شده است ما هیچ وقت از روی زمین ایستاده سیاره ماه را کامل دیده نمیتوانیم و فقط نیمی آن را میتوانیم ببینیم. اما حقیقت این است که در طول مدار بیضوی ما می توانیم حدوداً 59% ماه را از سطح زمین به خوبی مشاهده کنیم که شاید برایتان جالب باشد. یعنی فقط 41% باقی مانده ماه را نمی توانیم از روی زمین ببینیم. در واقعیت هر طرف ماه در زمین دیده نمی شود و تنها می توان یک رخ ماه را از سطح زمین مشاهده کرد. علت این می باشد که مسیر چرخش کره ماه در کهکشان راه شیری همزمان با حرکت زمین می باشد که همواره تنها یک روی آن از زمین دیده می شود. دوستانی خوبم، یک اتفاق هیجان انگیز رو خواهد داد. می دانید آن چیست؟ حالا به شما میگویم ماه در آینده خواهردار خواهد شد. تنها قمر یا همان ماه در حال حاضر برای کره زمین ماه می باشد که به طور منطقی چنین چیزی همیشه ثابت نخواهد بود. دانشمندان و ستاره شناسان یک شهاب سنگی را که به عرض 5 کیلومتر در حال حرکت به سمت مدار زمین می باشد را در سال 1999 کشف کردند و آن را کروتین نامگذاری کردند و حدوداً تا 770 سال دیگر در حول مدار زمین قرار خواهد گرفت و تبدیل به خواهر ماه
و دومین قمر کره زمین می‌گردد. دوستانی خوبم، شما این را می‌دانستید هنگامی که به سیاره ماه می‌رویم سایه ما در آنجا تیره‌تر می‌شود؟ فضانوردانی که به سیاره ماه رفتند خیلی زود متوجه می‌شدند که سایه آنها روی این سیاره بسیار تیره‌تر از روی زمین است. می‌دانید برای چی این گونه می‌شود؟ حالا به شما می‌گویم که چرا این گونه هست. همراه من بیایید تا جواب این سوال را پیدا کنیم. لایه جوی یا همان اتمسفر که نور را پراکنده و باعث تشکیل سایه بر روی زمین می شود در سیاره ماه وجود ندارد. نور آفتاب و نوری که از زمین به ماه می رسد برای تشکیل سایه روی ماه کافی است، اما سایه ها بسیار تاریک‌تر هستند. ماه قمری چیست؟ کدام یک از شما دوستانی عزیز جواب این سوال را می‌دانید؟ اگر جواب این سوال را نمی‌دانید، همراه هم بیایید تا این را هم جوابش را پیدا کنیم. به طور تقریبی 1 ماه طول می‌کشد که ماه به دور زمین چرخد. دوره گردش ماه کامل به دور زمین 27 روز است که این گردش کامل نامیده می شود. اما دوره بین 1 ماه تا ماه جدید از دید زمینی 29 از 153 روز است که آن را ماه قمری می نامند. دوستانی خوبم، برنامه امروزی ما به پایان رسید. امیدوارم از این برنامه به خوبی استفاده کنید و لذت برید. تا یک روز خوبی دیگر و یک برنامه هیجان انگیزی دیگر، شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.